اندام صورت همونطوری که میبینید مستطیل هستش، چون که میخوان موهاشون رو اصولا روی حالت فر نگه دارن و با توجه به اینکه قد پیشونی قد مناسبی داره میتونن هم رو روی پیشونی بدن، هم بالا که ترجیح خودشون این هستش که پیشونی پوشیده بشه. تیپر فید رو براشون انتخاب میکنیم. دور مو تخلیه میشه اما سفید نمیشه، ریش سایه میخوره و برای اینکه چهره بازتر بشه ابروها یک مقدار تمیز میشه تا تعادل توی صورت ایجاد بشه. بریم. خب همونطوری که میبینید صورت قسمت سیبیل زیاد خالی نشده به خاطر اینکه لب رو کاور بکنه، چون پشت لب زیادی دارن. ریش سایه خورده که هارمونی داره با تیپ فیدی که دور سرشون زده شده و قد مو نصف شد. همونطور که میبینید مو رو جلو شد جوری براشون کوتاه کردیم که هم میتونه بالا بیسته، پیشونی بیرون باشه و هم بیاد یه مقدار پیشونی رو کاور بکنه و تعادل چهره قسمت بالا و قسمت پایین توی صورت همونطوری که میبینید برقرار میشه. راضی بودی؟ عالی.